به نام خدا و با سلام خدمت شما بینندگان خوب وبسایت کورل دیزاین. من امیر حافظی هستم با یک آموزش جالب که هم مربوط میشه به عکاسی و هم نرم افزار فتوشاپ در خدمت شما هستم. در این آموزش میخوام نحوه اشتیار کردن تصاویر رو به شما آموزش بدم. خب من توی این آموزش سعی میکنم 3 تا تصویر، یکی چهره و یک منظره و یک آسمان رو به شما نحوه اشتیار کردنش رو با نرم افزار فتوشاپ آموزش بدم. اصلا ببینیم اشتیار چی هستش. اشتیار مخفف های داینامیک رنج هستش، یعنی محدوده داینامیکی بسیار بالا. تصاویر اشتیار تصاویری هستن که به نوعی پردازش میشن که اون تصاویر رو خیلی برجسته و خیلی طبیعی تر جلوه میده. در اصل یه جورایی اون رو به دید انسان که اونطوری که با چشمش اجسام و فضای اطراف رو میبینه به اون حالت نزدیک میکنه که بتونیم عکسای طبیعی تر و خیلی زنده تری رو ما داشته باشیم. خب میام شروع میکنم. اول همین تصویر چهره خودم رو از فایلی که عکس ها رو در اونجا دارم باز میکنم. خب این 3 تا تصویر رو من وارد نرم افزار میکنم. خب تفاوت این 2 تا تصویر رو ببینید. این تصویر الان خیلی زنده تر شده. برای ایجاد تصاویر اشتیار ما با دوربین عکاسی نیاز هست که 3 فریم عکاسی انجام بدیم. یک فریمش باید نورپردازیش یک تصویر تیره داشته باشیم، یک تصویر نرمال و یک تصویر با نور بسیار بالا که این از تلفیق این 3 تا تصویر میتونیم یک تصویر اشتیار رو ایجاد کنیم. اما نرم افزارهایی هم وجود داره که این راه رو برای ما خیلی آسان تر کرده و ما رو حتی با یک فریم عکاسی هم میتونیم اون عکس اشتیار ایجاد کنیم. نرم افزار فتوشاپ هم یک گزینه‌ای اضافه کرده به نام از منوی ایمیج ادجاستمنت به نام اشتیار تونینگ که این گزینه باعث میشه ما یک عکس اشتیار با کیفیت بسیار مناسب و طبیعی داشته باشیم. خب حالا ما میخوایم این تصویر رو به یک تصویر اشتیار به این شکلی که الان مشاهده میکنید در بیاریم. خب از منوی ایمیج گزینه ادجاستمنت اشتیار تونینگ رو کلیک میکنم. پنجره‌ای باز میشه، یک سری پارامترها داره. خب از این اول شروع میکنیم. کافیه که با این اهرم ها یک مقدار بازی کنید و خودتون دستتون میاد که چه تنظیماتی رو باید برای اون عکس انجام بدیم، چون تصاویر با هم دیگه از لحاظ نور و رنگ تفاوت دارن و هر کدام تنظیمات مربوط به خودش رو میطلبه که روی اون انجام بدیم. حالا ما اینجا شروع میکنیم. تو این قسمت اول به نام اج گلو ردیوس هست که از عدد 1 پیکسل تا 500 پیکسل رو ما میتونیم بهش بدیم. وقتی با این اهرم ها بازی کنید اون تفاوت و تغییری که روی عکس ایجاد میشه رو میتونیم ببینیم. این قسمت در زیر دکمه اوکی و کنسل یه گزینه وجود داره به نام پریویو که باید تیکش فعال باشه تا تغییراتی رو که ما اینجا اعمال میکنیم بتونیم پریویوش رو همزمان ببینیم. خب در این قسمت یک قسمت تنظیمات دیگه داره به نام تون اند دیتیل که یه گزینهش به نام گاما هستش. میبینید چه تغییراتی ایجاد میکنه. خب ما اون رو روی فعلا 42 قرار میدیم. خب این گزینه هم به نام اکسپوژر هست
که نور تصویر رو کم و زیاد میکنه. میبینید گزینه بعدی گزینه دیتیل هست که من هرچی عدد اون رو بالاتر ببرم، از عدد منفی 100 داره تا مثبت 300، هرچی عدد رو بالاتر ببرم تصویران شارپتر و برجسته تر میشه. ولی خب باید میزان این شارپ بودن رو به نوعی تعیین کنیم که عکس ما خیلی از اون حالت طبیعیش خارج نشه، کار خیلی مصنوعی نکن. اینو روی 105 قرار میدم. عدد گاما رو 70 میدم. صفر ممیز 70. دیتیلش رو یک مقدار بالاتر میارم، میدیم مثبت 180. خب در قسمت بعدی قسمت ادوانسید هستش که میتونیم رنگ تصویرمون رو تغییر بدیم. یه گزینه شادو داره، هایلایت، ویبرنس و ساتوریشن. قسمت شادو که میاد بخشی از تصویر و سایه هاش رو تنظیم میکنن. میبینید الان قسمت موها و قسمت این قسمت که سایه خورده، یعنی سایه صورت افتاده روی کت، میاد اون قسمت ها رو میبینید سایه‌ش رو تنظیم میکنه که ما روی منفی 100 قرار میدیم. هایلایتش رو روی عدد مثبت 25 قرار میدیم. ویبرنس میزان رنگ، یا کنید حتی میتونید یه تصویر سیاه‌سفید هم اینجا داشته باشید. الان روی سیاه‌سفید هست، من یه مقدار این هایلایتش رو کمتر میکنم که شدید نباشه، روی مثبت 10 میزنم. اگه میخوام تصویر رنگی باشه ویبرنسش باید بیشتر باشه. و ساتوریشن هم که من تقریبا میزان رنگ تصویر هست که این رو همون مثبت 10 میذاریم. یه گزینه هم اینجا داره در قسمت اج گلو به نام اسموت اج که من اینو تیکش رو فعال میکنم. میبینید موقعی که من تیک رو فعال میکنم عکس یه مقدار شارپ تر میشه که میتونم حالا این تیک رو یاد داشته باشم اگه میخوام چهره برجسته تری داشته باشم، اگه میخوام ملایم تر باشه که این تیک رو بر میدارم. الان من در این قسمت تونینگ کرو اند هیستوگرام هم اینجا کلیک میکنم. میبینید که یک جدولی رو به من میده که به صورت نمودار هستش و با کلیک کردن روی این قسمت میتونم نورش رو، کنتراستش رو تنظیم کنم. خب تقریبا خوب شد الان نسبتا. حالا اوکی میکنم. این تغییراتی که من انجام دادم اعمال شد. با تصویر قبلم یه مقدار هنوز تفاوت میکنه، به خاطر این هستش که من روی این تصویر از یک فیلتر روتوش چهره استفاده کردم که ببینید صورت ملایم تر شده نسبت به این. خب میریم روی تصویر بعدی. این تصویر پارک ملت هستش که خودم عکاسی کردم. خب برای این هم میایم از همون منوی ایمیل گزینه ادجاستمنت رو میزنیم، HDR تونینگ. من فقط سریع انجام میدم اینو.
دیگه اعدادو نمیگم، همینطوری تنظیم میکنم تا به اون تنظیم دلخواه خودم برسیم. فقط باید مراقب باشیم که تصویرمون از اون حالت طبیعیش خارج نشه. اینم تقریبا خوب شد. الان اوکی میکنم، میریم روی تصویر بعدی. بعد من این حالت بیفور و افتر، یعنی حالت قبل و بعدش هم بهتون نشون میدم تا تفاوتش رو متوجه بشیم. حالا این ابر هم میخوام برجسته کنم. ایمیج ادجاستمنت HDR تونینگ. حالا میبینید که ابرو برجسته تر شدن. میتونم یه قسمتش رو کات کنم به وسیله ابزار کراپ. عکسم بهتر میشه. خب اینم از این. حالا میریم حالت قبل و بعدش ببینیم. قسمت هیستوری میبینید تفاوت تصویر رو، هم رنگ ها زنده تر شدن، هم نور تصویر روشن تر شد. اینم از این یکی. خب امیدوارم که این آموزش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.